پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پیشنهاد کرده است که برای استفاده غیرقانونی و نپرداختن حق نیروی برق جوابگری جنایی جاری گردد. این پیشنهاد روز 27 مارس در جلسه حکومت صدا داده است. مقامات سالها باز مردم را عیبدار میکنند که برق را به حساب کنک استفاده میبرند یا حق آن را نمیدهند، اما مردم میگویند که ناظران برق هر ماه پول برق را از آنها جمع میکنند و اگر ندهند آنها را به برق میمانند. با گفته شرکت برق تاجیک، قرض مردم از برق تا ماه ینور سال 2025 به 1.7 میلیارد سومانی رسیده است، ولی کارشناسان میگویند که مشکل در کار نادرست شرکت و فساد است، نه در پرداخت نکردن مردم. حالا هر 1 کیلووات ساعت برق برای مردم 3.37 درم است و از 1 اپریل 35.36 درم می شود، ولی کارخانه های بزرگ مثل تلکا همان برق را همگی 20.77 درم پرداخت می کند. این حالت بسیاری ها را ناراضی کرده است، چون که مردم عادی باید از کارخانه های بای بیشتر پرداخت کنند. سال 2024 تاجیکستان 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال کرد، در حالی که طلبات داخلی 19 میلیارد کیلووات ساعت است. همزمان حکومت سال گذشته برق زیادی را به خارج فروخته 906 میلیون سومانی فایده گرفته است. اگر پیشنهاد امامعلی رحمان قانون شود، آن می تواند فشار بیشتر به مردم و جریمه های سخت‌تر بیاورد، اما متخصصان میگویند که مشکل نه در نپرداختن مردم بلکه در کورپسیا و مدیریت نادرست ساحه برق است.